کشت میکنیم. در اول بسیار کم بود، یک جریب زمین و تقریبا نیم جریب زمین به خاطر خوردن خود ما کشت میکردیم، اما آهسته آهسته را وسط دادیم، زیادتر کشت کردیم. وقت به خواصش آشنایی پیدا کنیم، بعد از او بعد وای را زیاد کشت کردیم. وقت زیاد شد با خواستیم ما میره به بازار عرضه کنیم. خب از یک جریب زمین تقریبا 3 الی 5 تن توت زمینی به دست میاریم، در حالی که در سایر کشورها 8 الی 10 تن توت زمینی به دست میارن. خب ما فعلا در 5 ولایت توت زمینی روان میکنیم، اما اگر امکاناتش باشه، اگر ضایعات نداشته باشه، میتونیم به ولایت دیگر هم زمینی روان کنیم. در کارهای خانه دیگه مصروف بودیم، درس میخواندیم. وقتی که مکتب‌ها رخصت شد آمدیم اینجا کار میکنیم. وقتی که مکتب‌های ما رخصت شد اینجا آمدیم کار میکنیم تو زمین پاک. روزانه 200 افغانی میده، وقتی که 24 ساعت است شب هم 200 افغانی میده.